سلام دوستان، امروز اومدیم با یه شماره‌بازی جدید. اگه آموزشش خواستی سابسکرایب کن تا کلیپ های بعدی رو از دست ندی، آموزشش هم ببینی. خب اول از همه دسته کارت رو برعکس میکنی، میذاری رو زمین، به طرف مقابلت میگی که این رندوم از هر جایی که دوست داشتی تقریبا یه مقدار کارت رو برعکس کن، مثلا اینجوری بردار بذار روش. خب بعد ازش میخوای که اول خودت این کارو میکنی، بعد ازش میخوای که همین کارو خودش انجام بده. بعد مثلا میاد از اینجا یه برش میزنه، بعد تو کارت رو برمی‌داری و میذاری روش. مثلا اومد 5 پیک، بعد روی دسته 5 تا میشماری، 1 2 3 4 5 میذاریش کنار. بعد میگی که از کل دسته یه جایی برش بزن، مثلا از اینجا برش میزنه. بعد اینو میگی 2 تقسیم کن، نصف اینور مثلا نصف اینور. بعد خب حالا شعبده بازی تو شروع میشه. بعد با یه بشکن وای 4 تا شروع میشه. سابسکرایب یادتون نره.